سفر گوره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به جمهوری قزاقستان 25 آگوست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت انجام دادن سفر کاری به جمهوری قزاقستان سفر نمودند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچیان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید به مسئله‌های رابطه‌های خارجی و مسئله کادرها، وزیران فرهنگ، کشاورزی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، رئیس ولایت سوخت و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌نمایند.